یه دبیرستانی بود، همین حرفا رو زدم. بعد یه خانم برگشت گفتش که یه لحظه اجازه بدید. بلند شد ایستاد گفت آقای محترم شما مثلا سخنران هستید، مشاور هستید، این حرفا چی به مردم یاد میدید؟ از حقت بگذر. آقا بعد شروع کرد گفتن، گفت من به بچه‌م گفتم پسرم حق تو بگیر، حق کسی هم نخور. این یاد دادم بهش. من 27 سال فرهنگی ام، اینجوری ام. راستم میگفت. آقای دکتر اینا رو انتشار ندیدین حرفا رو تو رسانه این برابر. حقیقت اقناع شدم. 3 سال بعد همین خانم اومد یه جلسه ما رو پیدا کرد، گفتش که آقای دکتر یادتونه من 3 سال پیش خدمت گفتم نه من چهره شما یادم نیست. گفت نه من یادم، یه حرفی زدم میخوام درستش کنم. گفت من به پسرم گفتم حق تو بگیر، حق کسی هم نخور. حق گرفتن صرف شما. میگه چند وقت پیش آقای دکتر مثلا فوت کرده 6 ماه. پسر مؤدب و پسر درس خونده من که رو تربیتش هم وقت گذاشتم یه جمله بهم گفته، عمل نکرده، فقط گفته حالمو بد کرده. عمل کنه چی میشه؟ میگه بعد از 40 که گذشته 2-3 ماه گذشته اومده من میگم مامان ببخشید شرمنده مامان، این خونه به من میرسه یا به شما؟ ولی من رفتم وکیل پرسیدم میگن حق بچه است، 1/8 سهم مادر. مامان ببخشید اجاره میدی یا میفروشی؟ بالاخره من میخوام ساخت سازی بکنم برای آینده تصمیم بگیرم. میگه خودمو زدم. گفتم ای کاش بهش یاد میدادم بابا بعضی وقتا بگذر، به خاطر مادرت بگذر، به خاطر این اتفاق بگذر. آقا بگذر، نمیگم نگیر، حقته، ولی این دفعه رو بگذر.